این ورزشگاه همون جاییه که آرزوهای فوتبالی خیلی‌ها به واقعیت تبدیل میشه. سانتیاگو برنابئو، قلب تپنده رئال مادرید، جایی که وقتی پاتو میذاری توش انرژی و هیجان رو با تمام وجود حس میکنی. این استادیوم در سال 1947 افتتاح شد و نام اون به افتخار سانتیاگو برنابئو، رئیس سابق باشگاه رئال مادرید، انتخاب شده. در حال حاضر هم یکی از بزرگترین و معروفترین استادیوم‌های دنیاست با ظرفیت بی‌نظیر 80,000 نفر. جالبه بدونید برنابئو در سال 2019 با بودجه 800 میلیون یورو در دست بازسازی قرار گرفت و الان فقط یه استادیوم قدیمی نیست، کلی امکانات مدرن و خفن بهش اضافه شده، از جمله سقف جمع شونده متحرک که فقط در 15 دقیقه باز و بسته میشه و میتونن مسابقات فوتبال رو در هر شرایط آب و هوایی اینجا برگزار کنن. یکی دیگه از ویژگی‌های فوق مدرن این ورزشگاه چمن‌های جمع شونده اونه، یعنی بعد از بازی کل زمین میتونه ناپدید بشه و جای خودش رو به سالن کنسرت، رویدادهای دیگه ورزشی یا نمایش‌ها بده. زیر